بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم به بینندگان محترم. عرض حضورتون بنده بهبود هستم، مدرس درس فیزیک سال دهم در هنرستان دانافر ناحیه 1 آموزش پرورش شیراز. هنرستانی است که تنها یک رشته داره، تک رشته کامپیوتر که در کنارش هم هوش مصنوعی تدریس میشه. خب امروز یه مبحثی رو انشالله میخوایم صحبت بکنیم در موردش از پودمان 5 فیزیک، مدارات موازی. خب مدارات موازی شامل چی هست؟ اول شامل یه منبع هست، منبع تولید الکتریسیته، یه دونه کلید و 2 تا مقاومت که به این شکل در مدار قرار میگیرند. حالا مدارات موازی نام دیگه شنت هست، اگر جای دیگه اسم شنت به گوشتون خورد یعنی مدارات موازی. خب در مدارات موازی ما 3 تا فاکتور رو اینجا صحبت میکنیم در مورد اختلاف پتانسیل. ببینید اختلاف پتانسیل منبع بعد از اینکه کلید وصل میشه مستقیم به 2 سر هر مقاومت میرسه. یعنی الان مقاومت R1 که 2 اوم هست، منبع 12 ولت اینجا میرسه. پس و همچنین همین 12 ولت میاد روی مقاومت R2 که اینم مقاومت R2. R2 حالا R2 هم مقدارش ما 4 اوم گرفتیم. 4 اوم. ما حضورتون که عارض هستم قانون اول در مدارات موازی. پس ای توتال ما که اینجاست با E1 و E2 برابره. یعنی 12 ولت مستقیما هم به 2 سر مقاومت R1 میرسه هم به 2 سر مقاومت R. این قانون اول در مورد منبع. در مورد شدت جریان که اگر شدت جریان ما آی توتال ما این باشه، وقتی میاد اینجا تفکیک میشه به 1 شدت جریان آی1، 1 شدت جریان آی2. پس اگر آی توتالمون خواستیم میگیم آی1 به اضافه آی2، 2 تا انشاب ازش گرفته شده. حالا مورد بعد که سومین موردمون هست مقاومت معادل مدار هست. یعنی من جای این 2 تا مقاومت بخوام یه مقاومت بگیرم اسمش بذارم 1 به روی RT مساوی با 1 به روی R1 به اضافه 1 به روی R2. اینجا مقاومت R1 مون رو 2 اوم گرفتیم، مقاومت R2 مون رو 4 اوم گرفتیم. حاصل شد 3/4 اوم که برای که RT رو به دست بیارم، مقاومت توتال رو به دست بیارم، صورت مخرج رو چیکار میکنم؟ عکس میکنم، میشه 4/3. پس 4/3 اوم هم کل مقاومت یعنی مدار ما میشه. یعنی اگر من این مقاومت و این مقاومت رو حذف کنم میتونم یه مقاومت 4/3 بذارم. و مورد دیگه شدت جریان ها به نسبت مقاومت ها، مقدار مقاومت ها تقسیم میشه. این مقاومت کمتر بوده شدت جریان بیشتری، این مقاومت بیشتر بوده شدت جریان کمتری. الان آی2 ما شده 3 آمپر. پس آی1 ما 6 آمپر، آی2 ما 3 آمپر. این مقاومت 2 بوده، آمپر شده 6. این مقاومت 4 بوده، آمپر شده 3 آمپر. پس آی توتال ما همینجور که گفتیم آی1 به اضافه آی2، 6 به اضافه 3 تقریبا میشه 9. در مورد مدارات موازی عرض حضورتون 3 تا مطلب عمده رو ما الان گفتیم. اختلاف پتانسیل 2 سر هر مقاومت با منبع برابره. شدت جریان توتال، شدت جریان کل مدار ما حاصل شدت جریان تک تک مقاومت هاست. و مقاومت معادل ما از فرمول 1 به روی R توتال، 1 به روی R1 به اضافه 1 به روی R2 به دست میاد
که در انتها اگر آره تیر خواستیم باید کسرمون رو عکس بکنیم، معکوس کنیم، جای صورت مخرج رو عوض بکنیم و مقدار به دست بیاد. ممنون از اینکه توی این مبحث همراهی کردید ما رو. امیدوارم از خداوند که بتونیم تو مباحث بعدی هم خدمتگزار شما باشیم. مباحث دیگه فیزیک رو هم انشالله ما بیان میکنیم، انشالله که به دردتون بخوره و پیگیری بفرمایید. خیلی خوشحال میشم. خدا حافظ.